ببینید برادران، کربلا که ادامه داره معناش اینه که من و تو امروزی که روز اربعینه رو فرش امام رضا زانو زدیم، فقط تنها برای امام حسین گریه نکنیم، در کنار اشک بر ابی عبدالله و مظلومیت اهل بیت امام حسین که یک کارنامه مصائبشون رو در 40 روز بررسی میکنیم، بنده و جناب عالی امروز بشینیم دور هم و دقیقاً ببینیم اون راه بردی که انقلاب کربلا به ما می آموزد که این راه برد و ما در زندگی امروزمون پیاده کنیم، او راه برد چیه؟ اگر کنار اشک این راه برد گرفتن در عرصه سیاست رو از کربلا آموختی، این اشکت خیلی قیمت دارد. این اشک همون اشکیه که گفت من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین علیه السلام وجبت له الجنه. اما اگر این راه برد و کنار اشکت نگرفتی، این اشک به تنهایی ارزش نداره، چون قبل از من و تو و قبل از همه گریه کنای بر امام حسین، عمر سعد گریه کرد. روز عاشورا وقتی بدن ابی عبدالله، سر بریده ابی عبدالله بالای نیزه بلند شد، زینب علیها السلام دوید به طرف عمر سعد، گفت یا ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الیه، دارن حسین رو میکشن تو نگاه میکنی. عمر سعد شروع کرد گریه کردن. اشک تنها اگر فایده داشت، خب قبل از همه او گریه کرد برای امام حسین. آقا اشک کنار درس ارزش داره، اشک کنار ثبت نام کردن تو کربلا ارزش داره. اشک دنبال قافله امام حسین و لشکر امام حسین امروز راه افتادن و راه برد سیاسی امام حسین رو امروز پیاده کردن ارزش داره.